سفرهای خارجی با تیم خیلی زیاد میرن. خب همین چیزی که در مورد خودمون داریم میگیم، خودمون همیشه دوست داریم بگیم خیلی انگلیسیمون خوبه و هر جا میریم میخوایم انگلیسی صحبت کنیم و بگیم که ما بهترین فردی هستیم که تو ایران میتونیم انگلیسی صحبت کنیم. اوکی. یس. آقای انصاریان فکر میکنم تو دوره فوتبالشون خیلی سفر خارجی رفتن و قطعاً خاطره جالب باید داشته باشن از اینکه انگلیسی صحبت کرده باشن با ملت. این باید مهران غفوریان هم می بود توضیح میداد انگلیسی صحبت. مهران یه دونه دبی رو تعریف کرده رفته خیلی شیرینه، میگفته یس میگفته نو. گفته نو. من همین الانش خب از نظر زبان فقط یه چیزی بلدیم که بتونیم روزمره خودمون رو راه بندازیم. گیر کردین هیچ وقت؟ بگو دیگه، حالا این داره کد میده که من و علی کریمی و حامد کاویانپور امیدوارم هر جا هستن موفق باشن. علی کریمی، حامد کاویانپور، علی انصاریان. ما سه تا هم اتاق بودیم. ما اردو بودیم، آلمان، بعد اومدیم رفتیم تمرین، برگشتیم دنبال کلید اتاق میگشتیم، یادمون رفته بود بیاریم. بعد خیلی صحبت اینا، بعد منم از اینای خود روم بیشتر بود دیگه، قرعه افتاد به نام من که حساب کن رضا تو علی حامد به من گفتن برو به رزپشن بگو کلید اتاقو بده. خب من اولش که رفتم و شروع کردم گفتم هلو هاو گفت هلو هاو یه خودی چیز کرد، من گیر کردم چی باید بگم. بعد دوباره برگشتم پیش علی حامد گفتم کلید چی میشه؟ شاید بگم اون موقع کارت هم نبود، کلید بود. گفتش هیچ، اونا هم که دیگه تعطیل تر از من دیگه، اصلا فاجعه. بعد من رفتم گفتم دوباره گفتن تو میتونیم. آقا ما رفتیم جلو، گفتم excuse me اون ور افتاده. گفت یس. گفتم بابا این ما رفتیم تمرین، ستایی تمرین کردیم اومدیم این اون وره. یارو گفت آقا این دیوونه داره چی میگه به من؟ گفتم بابا مستر کلید اون وره دره، دور دیگه میدونی ویندو دور ما همه بلدیم دیگه، ایتیزه ویندو این چیزا که ما بلدیم. ببین به جای رسید که یارو گفت وایس یه دقیقه، فارسی دیگه حرف زد، وایس من برام کلید بیارم بهتون. کلید در گرفت دیگه الهی فارسی یاد گرفت. مثل جریان همیشه آقای دایی میگه ما رفتیم آلمان با کریم باقری که جفتشونم، حالا صحبت آقای دایی آقای باقری شو من فکر کنم اسطوره‌های تکرار نشدنی ان کنار علی کریمی، کسایی که واقعا دوست داشتنی ان. میگه ما وقتی رفتیم آلمان کل تیم ترکی یاد گرفته بودن، کریم آلمانی یاد نگرفته بود. تیم روبرو ترکی یاد گرفت. اینقدر یعنی امیدوارم هر جا اصلا موفق باشن، هم آقای کریم هم آقای دایی هم علی کریمی. حالا با علی در ارتباطم. خاطرات فوتبالی خاطرات خوبیه میدونی، چون همیشه تو اردو رضا حالت خوبه، آدمایی که دوستش با رفقاتی. من اولین باری که اومدم پرسپولیس آرزوم این بود که احمد عابدزاده رو نزدیک ببینم. باریکلا. یعنی وقتی وارد شدم اینجوری من علی کریمی حامد دست زدی به راستکیه. بعد آقای پروین رو نزدیک ببینم. میدونید به این آرزو رسیدم که همون حرفی که داری میزنی تو محله پایین، از اون سینما، از دیدن سینما و دیدن فیلم برسی به جایی که خب خاک فوتبال رو خب خوردی تو.